در صدر اسلام نه کسی با سکته مرده نه کسی با خودکشی، همه تو جهاد شهید شدن. مرگ ناگهانی بهش میگن الموت المفاجئ، یکی از علامت نزدیک شدن قیامته، مرگ مفاجئ ناگهانی. صهیب که قدر معلم میفهمید معلم رو انتخاب کرد، گفت همه مال شما، من معلم میخوام. صهیب رومی نشد. بلال حبشی رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم به بلال گفت که ای بلال چی کاری انجام دادید که صدای خشخش نعلین تو پیش خودم در بهشت شنیدم؟ گفت من سیاه‌پوست یا رسول الله؟ گفت بله تو. گفت یا رسول الله خجلم. گفت نه تو یه کاری انجام میدید. گفت یا رسول الله نمیدونم ولی من یه کار انجام میدم، من هر موقع بی وضو میشم وضو میگیرم، حتی خوابیدنم هم بر طهارت و وضوست، نمیذارم وقتی بی وضو بشوم. گفت با همینه. در اسلام 3 چیز نیاز به وضو دارد، یکی طواف خانه خدا، یکی دست زدن به قرآن و یکی نماز خوندن. اگر کسی در طول روز با وضو باشد مثل بلال، همیشه از نظر روحی و روانی این حالت بهش دست میده که همیشه قرآن تو بغلشه، یا داره طواف خانه خدا میکنه یا در نمازه. وقتی که با وضو گرفتن در طول 24 ساعت این 3 حالت به تو دست داد، محال قرآن دست تو باشه معصیت خدا بکنی. قرآن تو بغلته، چون دست دادن به قرآن وضو میخواد، نماز خوندن هم وضو میخواد، طواف خانه خدا هم وضو میخواد. حالا تو طول روز با وضو هستید، پس مثل این که یک حالت معنوی برای تو شکل میگیره در طول زندگی، حالا چه تو بازار باشید، تو محل کسب باشید، هر کجا که باشید، حالتی که همیشه در نمازی و همیشه در طوافید، یک مسئولیت ایجاد میشه، دیگه دست از پا خطا نمی کنید. وقتی که اجل بلال در شام رسید، دوستان بلال جمع شدن، پیرامون بلال نشسته بودن، نگران بودن. بلال متوجه شد که دوستانش نگرانشن، اونها رو راحت البال ساخت، فارغشون کرد، راحتشون کرد. گفت نگرانی شما مال چیه؟ میبینم که نگرانید. گفتن از فراق شما ای بلال، چون اونا داشتن یکی از بزرگترین و محبوب ترین صحابه پیامبر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و اولین مؤذن رسول الله و اولین مؤذن اسلام سیدنا بلال رضی الله عنه، داشتن باش ودا میگفتن، چون آخرین انفاسشو داشت سپری میکرد. 2 جمله بهشون گفت نگران من نباشید. چطوری داره صحبت میکنه؟ از مال و ملال دنیا هیچی نداشت. گفت نگران من نباشید، چون از روزی که من گفتم پیش رسول الله و دستم تو دست رسول الله صلی الله علیه وسلم گذاشتم و بهش بیعت دادم و گفتم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، دست از پا خطا نکردم و خلاف بیعتم چه کار نکردم. بیعتم رو نقض نکردم، بیعتم رو باطل نکردم، بیعتم رو از بین زیر پا لگد مال نکردم. امروز جل اهتمام دعوتگران مسلمان برای بازگرداندن مسلمان ها به اسلام شده. امروز روزی رسیده که علمای دین به جای اینکه وقتشون صرف برادرها و خواهرای انسانی ما، اونهایی که هم دین ما نیستن هم کیش ما نیستن از ادیان مختلف، وقتشون صرف اونها بشه که اونها به اسلام وارد بشن، وقت علما و مبلغین و دعوتگران مسلمان صرف احمد و محمود و عایشه و خدیجه و زینب و هاجر داره میشه، صرف عبدالله و عبدالرحمن داره میشه. عبدالله شراب نخور، محمد سیگار نکش، احمد نماز بخون،
فاطمه حجاب رعایت بکن، زینب سر عروسی نرو، فلان. بلال میگه از روزی که دستم تو دست پیامبر گذاشتم هنوز دستشو لمس میکنم، احساس میکنم. هیچ موقع این دست بیعتشو خیانت نکرده، خلاف بیعتم عمل نکردم. بعد این جمله رو گفت غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. کافی است که این جانو تسلیم جان آفرین کنم، غدا فردای اون روز که جانو تسلیم کردم، القى الاحبه، عزیزانم، کسانی که از جان و دل اونها رو دوست داشتم، القا، اونها رو ملاقات میکنم در فردوس خداوندی، در بهشت برین. این احبه کیان؟ محمدا و حزبه. بله عزیزان و سروران، ولی دنیا به طرف بیداری داره میره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که یهود با شما میجنگن و بر شما چیره میشوند تا اینکه شما تقویت میشید و با اونها میجنگید و اونها رو شکست میدید و کوه و دشت و طبیعت و درخت و حجر و همه به کمک شما میشتابند، تا اینکه یهودی خودشو پشت سنگی و تپه‌ای و درختی قایم کرده، مخفی کرده، سنگ به صدا در میاد، میگه ای برادر مسلمان، بیا یهودی خودشو پشت من مخفی کرده، اونو بکش. مشکلاتی که در جهان اسلام و در پیرامون ما و شما و در جهان داره رخ میده، بدایت شکلگیری دولت اسلام در دل هاست. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم 1400 سال پیش خبر داده که ستقاتلکم الیهود، یهود با شما می جنگن، یعنی در آخر الزمان دولت یهود قبل از دولت اسلام شکل میگیره، اونها جنگ شروع میکنن و دولت یهود شکل گرفته. الان تلاش میکنن که اون نقشه راهو پیاده بکنن. اون دولت گسترده یهود و اسرائیل که دولت یهود نیست، پارلمان اروپا، اتحاد اروپا، پارلمان روسیه، پارلمان کشورهای بزرگ، ابرقدرت‌های جهان، پارلمانش، اعضای پارلمان، اونهایی که اونها رو دارن کلید میدن و اونها رو دارن مهار میکنن و میچرخونن، همه دست صهیونیسمه. اونا، منظور اونان که دولت یهود رو گسترده کردن. در آخر زمان علما میگن دو تا میمونه، دو چیز. یکی حق محض خالص، وقتی میگم حق یعنی حق بدون بدعت، یعنی اسلام پاک ناب بدون بدعت و خرافات، اون میمونه. و در مقابلش هم شر و باطل محض. پس مسیحی ها نیستن، یهود شر محضه، اون میمونه. و همه احزابی که خودشون رو به اسلام دخیل کردن یا وارد شدن به اسلام، همه مذاهب، گرایش ها، فرق که به اسم اسلامن ولی مملو از بدعت و خرافاته، اونو همش ریزش میکنه، تکلیفشون مشخص میشه و گرایش هاشون ستبدی لك الایام ما كنت جاهلا و یأتیک بالاخبار من لم تزودی. گذشت زمان اخباری رو به تو میده که نیاز نداره هزینه بکنید. گذشت زمان مشخص میکنه، مسلمان نما رو برملا میکنه از مسلمان واقعی. دیگه نبرد در آخر الزمان بین این دو گروه، حق محض و باطل محض. و باطل محض الان که یهود باشه، صهیونیسم، دولتشون داره گسترده میشه، شکل میگیره، اون نقشه راهو برای توسعه دولتشون دارن پیاده میکنن. الان نفرت عمومی در دلها و بیداری عمومی در دلهای همه مسلمان‌ها در کل دنیا، الان نفرت عمومی از یهود و صهیونیسم
الان شکل داره میگیره. الان شالوده دولت اسلام برحق همون قدم اولش پیریزیش نفرت عمومی از صهیونیسمه. الان نفرت عمومی در دلها شکل داره میگیره. هزینه رو باید پرداخت. بیداری هزینه دارد. آقای ضیایی خدا رحمتش بکنه میگفت اگر میخوای قومی رو بیدار بکنید اذیتش بکن. پس اذیت رو باید قبول کرد. علما میگن که انسان مسلمان باید مثل قلم باشه. مداد یادتونه؟ مداد که با مداد تراش نوکش رو تیز میکردیم. مداد 5 تا وصف داره. هر مسلمانی باید این 5 تا باشه. باید حکم مداد داشته باشه. اول اینکه هر مدادی یک دست حرکت دهنده و چرخاننده ای داره. یک دستی باشه که اون مداد رو به چرخانه. اجازه بده که دستی که تو را حرکت میده و تو قبول کردی مداد باشید، اون دست خداوند باشه. اینجاست که میگه آمنت بالله ربا. دست حرکت دهنده تو که تو رو میچرخونه، تو عبدی، اون ربه. تو مدادی، اون دست رو بچرخونه. دوم این که مداد تحمل داره، صبوره. دشمنی داره که تیغ برنده‌ای داره و مداد از تیغ برنده مداد تراش اذیت میشه. مداد تراش رو میکنن تو مداد، با اون تیغش همجور مداد رو میتراشه و مداد آخ نمیگه. من و تو باید تو کوره بریم. ولی هرچند که اون تیغ بیشتر میتراشه و مداد صبوره، نوک مداد برنده تر و تیزتر میشه و مداد کارسازتر میشه. سومین وصف مداد تواضع هست که اونقدر تواضع داره که اگر به خطا چیزی نوشت، اشتباهی ازش سر زد، میپذیرد که پاکن بیاید و پاکش بکنه. به پاکن اجازه میده که بیا به من تذکر بده، هر جا من اشتباه نوشتم بیا پاکش کن. انسان مسلمان، انسان دعوتگر، انسان مصلح باید به دوست خوبش اجازه بده که نصیحتش بکنه، تذکر بهش بده. اگر پاکن نباشه آبروی مداد حفظ نمیشه. اگر دوست نصیحت کنی در زندگی ما و شما نباشه، اون چیزی که خدا از تو میخواد نمیشید. چهارمین وصف قلم مداد. این که مداد یک جوهر مشکی رنگ و سیاه رنگی داره و یک لایه چوبی. قیمت مداد به اون جوهرشه، اون جوهری که داخلشه، نه به اون لایه چوبش. اون لایه چوب یک حفاظه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به جوهر بپردازید، روح رو تزکیه بکنید، جان رو تزکیه بکنید. اون جوهر آدمه. و جوهر انسان یعنی نیت انسان. انما الاعمال بالنیات. این نیت باید خالص باشه. قلب محل قصده، قلب محل نیته، قلب محل نگاه خداست. اونه انسان به جوهرشه. و پنجمین وصف قلم این که قلم از خود آثاری دارد. این نقش هایی که امروز جلو من نشستن، اینا همه نقش قلمن که تو صفحه دفتر، تو صفحه سفید دفتر قلم از خود آثار گذاشته. امروز اگر شما تربیت شده هستید، شما نمونی از تربیت شدگان قلم هستید که بر صفحات طبیعت کشیده شده، نوشته شده. اون خوبی هایی که تو قرآن، تو کتاب های ارزشی است و اخلاقی است، شما رو شکل داده. شما آثار مبارک قلم هستید.